28. فرصت هست. نه راستی من شما دروغ میگید. چشمکانه در هم چار مادر. اگر او کوهوی عزیز باشد من قبول میکنم. ردنوی برای چی نویگری نیست پیشروی سوست یا کرونا تاثیر است نمی‌دونم. تا حال من وارو هم تو توی رویم اگر سسک من هم تو میبینم میگم که حوزه بینی. دفعه گذشته جوابی پورا ندادید. این برای من تخت شما میگم. حداکتون مرا شنوید. اجازت میدید؟ البته. دختری زرافشانی مثل ماهی تابونی کامera نمیبود نگاه. در اینجا قسمت از سوالهای مخلصان قسمت از نام دارد سوالهای هواداران. اگر شما مونده باشید به سوالهای مخلصان جواب میگوید. جیمز سلام، یک سرودی محموری جانم الکی سرایدن برای شما در قسمت اول تماشا کنید. بله در قسمت اول سرایده بودن این رو. خب گردون می‌نویسند سلام سپیدین، نقض میشد اگر با کمپانی جی ام همکاری میکردید پیشرویتان خوب میشد نوشتن. البته نصیب. تشکر. فردوس می‌نویسند سلام علیکم آقای سپیدین، برای چی شما فقط راستی گپ میزنید؟ خب مالکه جوابش را دادیم راستی از هیجان. خب شهرزاد می‌نویسند اینجا سه سوالی که به هم مانند است، من هر سه‌اش را میگم بعداً جواب شما رو میشنویم. سلام علیکم، من شهرزاد از ناحیه غنچه. سلام مرا به سپیدین رسانید. ما همکورس بودیم، اگر شناخته باشند یک سرودی مادر خوانند خوب میشد نوشتند. شریپوف فیروز می‌نویسند سلام سلیم جان مونده نشوید. سلام سپیدین، یک سرودی مادر خوانید دم گیریم از سرگوت. سلام گرم سیبیرسکی سرود برای اوچه عینگی نوشتند. ایبادولو می‌نویسند السلام علیکم به هر دوتان آقای سپیدین، همان سرودی مادر جان نازنین را می‌سرایید با آواز زنده پیشکی تشکر نوشتند. یعنی سلامت باشن دستان بگذار مادرای ما همه وقت زنده و سلامت باشن، داغی ما فرزندان باشن. غم برو دل سوز و غم خور یاوری من در همه کار، چشمکانه در هم چار مادر، یاد و فکری تو به من بند، غم خوری با یاد فرزند، میل دل سوی تو ده چند مادر، مادر جان نازنینی با فرشته هم نشینی، داغی فرزندان نبینی، مادری جان مادرم، ذره غم را نچینی، روزی کم را تو نبینی، نسل فرزندم ببینی، مادری جان مادرم. تشکر، صداتون خسته نباشد. مادر جان ها زنده باشید، همیشه باشید، داغوی ما باشید. تشکر. حسن می‌نویسند سلام علیکم سپیدین، در جوده صنعت خود را موفق می‌حسابید یا نه؟ راستی در جوده صنعت من حالا هم راستی خودم رو موفق نمی‌حسابید. معذور دارید من خطا خوندم. خود رو موفق می‌حسابید یا برادرتان رو؟ راستی در سایه صنعت من راستی حالا در جاده صنعت من از برادرم راستی در به زبان لهجگی گم در قفا هستم. مثلا صنعتی که برادری من دارن یا که فهمیشه که در سایه صنعت برادری من اکای من دارن، راستی من این چیز را شما رو میباید که کار کنید. البته. فهم. تشکر. خب پذیرفتن هم مردی است ایزان. خب شهزاده می‌نویسند سلام به هر دوتان، اکی سپیدین چند ساله است؟ 28. فرصت هست. خب تشکر. اکراموز می‌نویسند سلام به شما اکی سلیم جان، مهمانی نوبتی نگاهی نو را خوش آمدید میگویم. سلامت باشن. تشکر. و سوالی من با این بود که سپیدین رجبزاد در ناحیه عینی و دهه‌های آن سفر کردگی هستند، اگر کرده باشند کی با کدام دهه‌ها پیشکی سپاس نوشتند؟ راستی در ناحیه عینی دهه نمانده باشد که ما راستی به معرکه مردم نرفته باشیم. به همه دههاش قریب برای خدمت مردم سربلند ناحیه عینی سفر کردگی هستیم. در یغناب هم بوده؟ نه راستی تنها یغناب مانده است که سفر نکرده. ما برای همون هم پرسیدم اونجا همگی چند آقای زندگی می‌کنند. بله و خیلی دور هم هست که از عینی قریب که جدا هست. جدا هست. تشکر، سلامت باشید. خب
ادامه میدیم. سفر محمد می‌نویسند سلام علیکم با سپیدین رجب‌زاده درباره مادر 4 میشنه سرود می‌خوندن مبارکه گفتیم. تشکر زیاد. فردوس می‌نویسند السلام علیکم آقای سپیدین شما از کجا و 4 میشنه سرود ای برادر خوانید. ما راستی زاده ناحیه مسچا سروده که با برادر عزیزم خواندگی بودیم. ای برادر ما و تو پیوند یک خونه ما جانه قلب ما را غیر ما هیچ کس نداند. ای برادر ما و تو فرزند آن یک خاندانه مهری ما را در جهان هیچ کس ندارد قلب ما را کس نداند هی مهری ما را کس ندارد. بهترین این سرود حالا پخش نشده است. این راستی در آلبوم 2017 بود در برنامه کنسرتی خدا اکن سرودی برادر نوی که از انشالله به نزدیکی پیشکش میشود. فهمم بهترین دو تا میشود در رپرتوار شما سرودی برادر. تشکر. خب زاده ناحیه مسچا امروز زندگی در خوجند شهر. در شهر خوجندی باستان. فهمم. تشکر. خب ادامه میدیم. سلیم می‌نویسند سلام برادر عزیز خسته نباشید من از شهر مسکو. سوالی من با برادرمان سپیدین چنین است. با میر محمد میرف همکاری کردن میخواهید؟ او چه خیلی شخص است؟ تشکر. میشناسید این نفر؟ میر محمد میرف. بله. این خطا نکنم که تو درچه عزیزی ما هست که بعضی معرکه‌مو برای چی می‌نوازند؟ یاماها میگه. فهمم. با معرکه میبریم کلاوش مینوازند. بسیار دو درچه ما ادبشون سنتشون بهترین است. فهمم. همه وقت در پهلوی ما هستند. تشکر. اردمهر می‌نویسند سلام به همه سپیدین радной برای چی نویگری نیست پیشروی سوست یا کرونا ویروس تاثیر است می‌نویسند. این اردمهر جان دادر عزیز ما زنده باشند از دهه ورخ در معرکه اینا ما در خدمت بودیم با این برادرشان. راستی یک روز یکتشان بود پگاه توی خودشان بود. انشالله پیشروی ها بسیار نصیب ما راستی نیت یک برنامه کنسرتی داشتیم خیلی همش این از نصیب است. خدا خواهد پیشروی ها به نزدیکی ویدیو کلیپ ها می شود. خدا خواهد پیشکشی مخلصان عزیز. فهمم. بهترین. خب میرزا می‌نویسند سلام علیکم با شما 1 میلیون دلار دهان از صحنه میرفتید؟ نه راستی من شما دروغ میگید. من نه در حقیقت چون که من صنعتکار گفتم که خیلی مسئله این پولش من اول درجه برای من این دعای مردمی ما و مهری که صنعت همه خیلی مهرش در دل من جا شده است که راستی چون که هستن نفرانی که هستن که میخوانند چندین سالا دانشگاه های مثلا فکولته صنعت لیکن چیزی که در دل هست و در آوازی که خداوند به ما داده است این چیزا به خواندن به پول خریده نمیشه. فهمم. بهترین. تشکر. علیم جان می‌نویسند سلام سپیدین التماس یک سلام به پسرچه من که نامش امرالله است رسانید که مخلصی شما میباشد. سلامت باشید نوشتن. امرالله جان دادر عزیزی ما زنده و سلامت باشن از نام ما سلام. بزرگ شوید. تشکر. خب فیروز می‌نویسند سلیم جان این سوال رو حتما دهید به سپیدین یک سرودی منصور را سرودی بنویس رو خوانند با برنامه یاد دارید همین سرود رو عموما منصور رو گوش میکنید شما؟ البته سروده منصور رو گوش میکنیم. سرودشان آهنگش کمی به یادم هست است قدر بسیار نه مصرع‌هایش در خاطر ندارید؟ نه راستی. فهمم. خب اگر میدونستید میخوندید؟ البته چرا که نه. تشکر. تو کشتم می‌نویسند سلام از ناحیه سلام از ناحیه نه از نامی مرا معذرت دارید. سلام از نامی همکورس‌های کالج آموزگاری سپیدین دوستم من شریف خوجا 4 مثل سرودی عجیب است زندگی یاران شود. تشکر. حتما رسانید سلام مرا نوشته. سلامت باشن. این آهنگ از شادروان زلفخار عزیز است. عجیب است زندگی یاران در این دنیای پر ارمان دمی که پر شود پیمان کسی مردن نمیخواهد. بهترین. تشکر سعادتتون خسته نباشد. شراپاو می‌نویسند نامی عجیب. سلام سپیدین اگر دریا داشته باشه شما در یک توی همسنفی ما در خدمت بدید ورخ نوشتن داخلی نخونم در رفتی توی ما یک چند نفر با کلی فانتان غلط دیدیم اگر دریا داشته باشه نقل میکردید
راست درجه عالی گذشته گذراندید تو رو درجه عالی گذراندید خطا نکنم این در توی خانه چارچینار بود به فکرم چارچینار بود جماعت دهاتی وارخ وقتی که راستی من همون توی خودم الهام سرودخوانیم به همین درجه آمده بود که چون که صحنه پر از مردم بود و جوره های داماد از شفق و از خورسندی بالای حوض همون توی خانه بر آمدند و یک جای رقص بازی کردن و ناخواست همه کرده در درون حوض افتیده یکی اگر کشما کرده باشد هم نفری دیگه باور یک لحظه ای بود که تا حال من وارخ هم تو توی رویم اگر سستش من هم تو میبینم میگم که حوضه ببین همون چیز در یاد ما هست همون روزی فراموش نشونده بود که وقتی که ما سفر به وارخ داشتیم در راه وقتی که ایستادیم همراهی من رفته کنار به دست میشم گفتن اول یک تاشون افتیده کردن فهمو اون روزی با آب افتیدن فهمو همه کسا خندیده البته فهمو تشکر سلامت باشید خب نوریدین منیسند سرودهای شادرام و کرامت الله قربان رو میسرایید از محمد رفیع اجازت میگیرید یا نه عجیب راستی البته وقتی که من سرودهای استاد شادروان رو میخواندنی شوم مصلحت میپرسم یا که بعضی نازکی هایی که استاد با طرز نازکی های خود خواندگی هستن و سروده من از اکای عزیز محمد رفیع جان مثلا میپرسم یکی و یا یگان بار برای من نه اینش نخوان یا آن خیل نکن این چیز نیست راستی البته آخر جان میگن زیرا که گویم که صدایتون خیلی مانند است تشکر خیلی مانند است من در آغاز نیز گفتم چرا نگن حتی در کنسرتی که محمد رفیع بوده همراه سرود خونده بوده یک چند نفر حافظان بله بله تشکر خب ایدج گروپ میسن سلام و درود به شما سلیم جان و سپیدین رجب زاد امیدوارم خوب هستید هر دو نوشتم تشکر خب سوال چنین است اگر میدونستید که یک ساعت دیگر عمرتان مانده است چیکار میکردید و در آخر سلام گرم مرا از اسفره بوستانی به تمام مهاجران میرسونم همه امان رو الله نگهبان باشد همه خداوند راستی مرگ و زندگی دست خداوند ما همه وقت مرگ یاد کرده میستیم چون که انسانی که اگر از مرگ غافلگیر شده مرگ رو فراموش کند باید ما مسلمان سری هر یک ثانیه هر یک دقیقه مرگ خود را یاد کرده ایستد خیلی همش دست خداوند فقط ما شکر میکنیم دعا میکنیم که خداوند ما را با کلمه شهادت جان ما از ما گیرد فهمید تشکر اما اگر تصور کردیم که مثلا فرضاً مثلا شما میدونید البته این چیز رو دونسته نمیشود این رو خداوند میداند تصور کردیم که همین گونه است که مثلا فرصت فرا رسید چیکار میکنید راستی خیلی این دنیای بی‌وفا میگند فقط میگیم که همه مردم از مردم فقط دعا میکنیم که همه مردم بعد از سر ما برای ما دعای نیک کنند از ما راضی باشند از ما راضی باشند بهترین تشکر از نان و نمکی دادهشان راضی باشند بله سلامت باشید بریلیانت که زکی رو می‌نویسند سلام علیکم برادران عزیز سلیم جان و مهمان امروز سپیدین رجب زاد نوشتند تشکر با شما یک سوال یکم کدام زاده هستید نوشتن زاده کجا هستید الکی گفتم هنری دوست داشته شما و میخواستم یک سرودی مادر رو بخونید تشکری زیاد نوشتن یعنی از همه هنری که شما دوست می‌دارید خیلی هنری دوست داشته من این ساختمان راستی بعضی خیلی ساختمان خیلی از صفر از صفرش نه همین برای مثلا دیزاین خانه یگان نقشه کرده یگان خیلی نقشه کشیده خودم همون تب دلی خودم خیلی یگان چیز ساختن برای همین زیبشی خانه فهمم از دست خودتون هم میآید بله کم میآید از دست حرکت میکنم که همون چیز تب دلی خودم شود فهمم جوانهای خانه البته همین فهمم بهترین خب با یک مرد چیل هنر هم میگن ماتماتیک حافظ و گویم که استاد تشکر سلامت باشید خب اسد می‌نویسند سلام براتان سلیم جان اکو سوالی من با سپیدین اکو در یک
сезони туй чанд то закаси туй ба шумо ворид мешавад? Чунки ҳамагон мегуфтанд ки Ғолибҷон Юсупов 1 сол вперёд банд мешаванд, ҳатто баъзе туйҳо успеҳ намекунанд навиштанд. росте ин чиз мегӯям ки ҳар як инсон ризқи худашро мегирад. Бале. хай шукри худованд ҳама сезонҳо барои мо беҳад беҳтарин рафта истодааст. мо ба ҳама шукрона, ҳамин худованд ризқи додагишва шукрона. имрӯз ҳам аз табрик ба барнома. саломат бошед. ташаккур. ин ном менависанд. Ассалому алайкум, Салимҷон аз шаҳри Москва. Салом ба тамоми тоҷикони рӯи дунё, нигоҳи нав ба пеш навиштанд. Аз шумо мехоҳам ки рейтинги худро боз ҳам зиёдтар намоед навиштанд. Ин ман намедонам ки ба ман ё ин ки ба акоям ба ҳар сурат ташаккур. Рейтинги худро ба зиёд мекунед. албатта. бале. хуб, Алишер менависанд. Салом ба шумоён, назари шумо субҳидӣ нисбати ҳунари Ғолибҷон ако. ҳама мегӯянд ки ин нафар номери рақами 1 дар Хуҷанд мегуфта навишта фиристоданд. Ин албатта нуқтаи назар ҳаст. хуб, шумо чӣ мегӯед? Назаратон ба ҳунари он? Ғолибҷон Юсуф акои азизи мо беҳад санъати дараҷаи олӣ доранд. ман акои азиз беҳад аз хурдсолим ки ман рости вақте ки толи ба шаҳр наомада будам, ба акои азизро гӯш мекардам. санъаташонро ҳурмат мекунам, гӯш мекунам. рости акои азиз беҳтаринанд. фаҳмам. назари нек доранд субҳидӣ. албатта. ташаккур, саломат бошед. Абдуқаҳҳор менависанд. Салом ба барномаи Нигоҳи Нав ва савол баҳрии Субҳидин. Ишқро бо пул харида мешавад, як хело мехаранд, лекин фикри шумо чӣ? Не, рости намешавад. не. бошад. шояд дигар чизҳо харида шавад, а? камеро намебуд. паси камеро мегӯям. ман аз акоам мефаҳмам. агар ба касе ҷолиб бошад баъд мегӯям. шӯхӣ мекунам албатта. Фарҳод менависанд. Роналдо ё Месси? Роналдо. аслан футбол мухлис ҳастед? ман рости футболро танҳо голҳояшро тамошо мекунам. фаҳмам. қисмати ҳамон голҳояшро. голҳояшро. хуб, аммо инҷо он нафаре ки ҳоло паси камеро меҳнат карда истодаанд, Наимҷон акои мо хеле дӯст медорам. мисли шумо ҳам гӯем ки хеле саломат бошад. футбол бозӣ тамошояш. хуб, Муҳаммад менависанд. Шодмон қати якто дуэт хонед? албатта дар нақшаҳо ҳаст. мешавад? мешавад иншоалло. мешавади воқеӣ? албатта худо хоҳад ҳамин. фаҳмам. беҳтарин. Ғолиб менависанд. Салом ба ҳарду, як пешниҳод ба Субҳидин. ҳамроҳи Искандар ё Ғолибҷон суруд мехондед, нағз мешуд навиштанд. насиб насиб иншоалло. пешонӣ аст гӯед. ҳама чиз аз рости ниятҳо бисёр ҳаст. худо хоҳад ҳамаш насиб иншоалло мешавад. ташаккур. Влад менависанд. Салом акои азиз, ман аз Федератсияи Русия менависам, лекин аз шаҳри Саравшан ҳастам. як саволи ман ин ҳаст ки шаҳри Саравшан кай консерт мемонед ба шаҳри Саравшан? кай охирон маротиба ба шаҳри Саравшан рафта будед? ду савол. рости дуруст шуд аз Саравшан аз маърака омадагӣ мо. худо хоҳад ҳамин бемориҳо худо хоҳад ҳамаш равад, мардум як худашро ба даст гирад. ниятҳо ҳаст ки дар Саравшани бо осонӣ барномаи консерти худро гузоштанд. худо хоҳад дар қалъаи мо. албатта. ташаккур, саломат бошед. хуб, ба саволҳо аз инстаграми Нигоҳи Нав. Ассалому алайкум, дафъаи гузашта ҷавоби пурра надодед. ин барои ман дахл дорад. савол ба ҳар детон. се китоби охирон бор хондаатонро номбар кунед ва чӣ барои ҷалб кардани мардум ба китобхонӣ чӣ бояд кард? аз шумо шавад баъдан. рости ман охирон марта китоби устоз лоиқро ба даст гирифта будам. баъзе бештари оҳангаи устоз аз эҷодиёти шодравон, ини кароматуллои қурбонон бештараш аз устоз лоиқ ҳастанд. барои ҳамон як дусета матни сурудов чиз буд. баъд бисёр хондам китоби устозро. рости баъзе мехондам, баъзе шеъри устозро. дар ҳақиқат чунин менависанд ки ама хеле шеъро менависанд ки ҳамто хонед агар оҳангашам ба забон меояд. бештар хонанд китобҳои устозонро. устоз лоиқ китобҳои беҳтарин, шеърҳои беҳтарин доранд устоз. хуллас шоире ки нест ки дар масалан тоҷикистони мо ба гузаштагони мо ки китобашон масалан писанд наояд. ҳамаш барои мо писанд аст. фаҳмам, беҳтарин. ҳана акнун маро шунавед, иҷозат медиҳед? албатта. хуб, ман дафъаи гузашта
البته همین سوال شده بود، من جواب گفته بودم، شاید برای شما این ناپورا باشد. خب سه کتاب من حالا به خاطرم میارم. آخرین کتاب غرمگس از ووینیچ. من هرچند که در دوره دانشجویی خیلی میخواستم که آن را مطالعه کنم، به دستی من نیافتاده بود، اون چیزی رو گرفته البته مطالعه کردم. و دومین کتاب از آن پیش البته با یک کارم، اون کتاب بدیهی نیست، هر سخنجوی ورنقطه مکانی دارد از محمد جان شکوری. راستی گپ مطالعه کرده بودم و به نزدیک ما به دوشنبه سفر کرده بودیم. دروغ نمیگویم، 3 قسمتی مثنوی رو خریده بودم، همان رو هم سرسری البته ما خوندگی هستیم این کتاب رو، من همون رو کمی مطالعه کرده بودم. این 3 کتاب بود. اگر نامگویش رو گوید، نامگویش خیلی زیاده است. عادتا من دوست می‌دارم قریب هر روز 100 کتاب میخونم، مشکلی نیست. اما سوالی که چرا مردم کتاب خوان شدن، من فکر میکنم باز آن چیز رو من گفته بودم، اگر در خانه پدر یا مادر کتاب خواند و کودک در بالای کتاب کلان شود یا بیند آن چیز رو، پرنده در خانه همون کاری رو میکند که در کوچه یا در بیرون در خانه دیده است. اگر در خانه بیند این چیز باشد میشود. البته هر یک مثلا فرزند کودک از تقلید بزرگ می شود. من فکر میکنم که اگر والدانی ما خوانند ما کتاب خوان میشیم. از این لحاظ من امید میکنم که این نوبت شما جواب پورا را گرفتید. اگر نه، ما برنامه روبرو داریم تاک شو، ما وابسته به کتابخوانی خیلی برنامه زیاد کردیم. از سامانه www.smag.tv می‌دارید، یوتیوب سیما مستقل یکم، اونجا برنامه ما هست، زیاد از 60 برنامه که در داخلش من فکر میکنم کمی اقلا 4 موضوع وابسته به کتابخوانی بخشیده شده. اکا بخشش. تشکر. چون بیننده های ما را میبینن، اگر من جواب پورا ندیدم در کامنت شاید که شرحی بعد مینویسن، از من اعتمادشان دور میشود، مرا نبخشیدنشان ممکنه. تشکر. خوب، اصحاب دین مینویسن السلام علیکم به شما بردباری خواهانم. تشکر. حتما سلامی ما و روخی ها رو به سپیدین رسانید. زنده و سلامت باشید. نگاهی نو و پیش انتظاریم. تشکر. سلامت باشید. درودشان رو به شما. سلامت باشم. تشکر. خب محمد جان می‌نویسند سلامی خودم رو به شما و مهمانی برنامه نگاهی نو میرسونم. سوال چنین است: اویله‌دار شدن و چند تا فرزند دارن، نام‌های فرزندانشان؟ خب این رو کار می‌فرمایید که جواب میدید. خب شما نمیخواید که به این سوال جواب بدید؟ از زندگی شخصیتون قصه کردن رو دوست نمی‌دارید؟ نه راستی گپ نه اونقدر برای شما پسند هستین. البته خفه نشوند، لیکن من چیزی مسئله شخصی اویلره راستی گپ نمیخوام که اینی کاز کنید گویا نفری فهمم. اما اویله‌دار هستن، اون نفرانی که انتظار بودن دیر کرده. خب یا اینکه دیر نکردن. خب تشکر زیاد. خوجان میرسن سلام، یک سرودی دولان دولانه با اوزی زنده سرایت، همین گونه سرود دارید؟ نه چی؟ دولان دولانه. نه من هم حیران هستم. خب و امام می‌نویسند یک سرودی ظرفشانی با اوزی زنده کمی زمزمه شود و برادر عزیز همیشه موفقیت خواهانم. با برادر عزیز نوشتم. تشکر. سلامت باشن. خب بیت‌های ظرفشانی میخونم. البته. مرحبا. دختر ظرفشانی مثل ماه تابونی، دختر ظرفشانی مثل ماه تابونی، دلکم غرق خون گشت چرا تو نمیدونی، دلکم غرق خون گشت چرا تو نمیدونی، بیا برم به صحرا سروی عالم را، بیا برم به صحرا سروی عالم را، بهر ترانه خوانم لبی چشم و دریا، بهر ترانه خونم لبی چشم و دریا. تشکر. سلامت باشید. خونم در پیش قدم هاتون جونم. دخترهای ظرفشانی گیر. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب دو سوال دیگر هست اینجا از اینستاگرام ما، بعد انجام بس میکنیم. سلیم می‌نویسند سلام، من سلیم هستم از شهر پنجکند. مثلا یگان کس به شما پیشنهاد کند که یگان کلیپی نوی شما رو، یعنی راس خودش رو، یعنی خراجاتش رو دهد و پیشنهاد کند که در آن کلیپ خودش اشتراک کند، شما راضی میشوید؟ مثلا من نوشتن. تشکر برای جواب نوشتن. البته غیر از خود کلیپ هم اگر ذوقشون باشد و هم کلیپی ما با اشتراک کردن تالنتشون باشد، ما البته قبول میکنیم. استعدادی اگر نقش البته قبول میکنیم. با پیش. خب آخرین سوال یوسف جان هستن. سپیدین جان خوش آمدن. تشکر. یک سوال با ولی جان عزیز یک دویت خوانید نغز میشد.
باباجان از شهر مسکو سلام رسانید. برادر ما اون کس نوشتن. سلامت باشند باباجان دادر عزیز ما. انشالله نیت ها هست خد همش گفتم که وقت و ساعت نصیب این چیز هست با اکوی عزیز خوندم. خدا خواهد. فهمم. برای شما گویم که شما زید نیست که با دیگر مثلا حافظان سرودهای مشترک ایجاد کنه. مثلا با هم میخواهید که سرود یک مشکلی نداره. نه راستی. من بسیار خرسند میشم وقتی که با اکاهای عزیز با استادان با برادران سرود همجای خانه. اگر اکاهای عزیز باشد من قبول میکنم. من خرسند میشم راستی. بهترین. اکا تشکر زیاد اینجا فرجام است. آخر سخن شما را برای مخلصانتان هوادارانتان. تشکر. اولا با تمام بینندگان مردم سربلند تاجیکستان مخلصان و هواداران برنامه نگاه نو اولا تنصیحاتی خانه آبادی بگذار اولا تنصیحت باشد چه ارزویی که در دل داشته باشند خداوند جامعه عمل پیشاند. امید. به همشان تنصیحت سلامتی. بهترین. تشکر. اکا خوش آمدید. تشکر و با که شما رو باز می‌بینیم. سلامت باشید. با سلیم جان دستی بهترین ما که ما تکلیف کردن به برنامه راستگی ما بسیار خوشحال شدم وقتی که به من زنگ آمد آواز شما را شنیدم بسیار خوشحال شدم که ما را با برنامه خود دعوت نمودید. سپاس. اکا سلامت باشید. تشکر. به پیش همه وقت. سپاس که تکلیف ما را رد نکردید. راستی ما در یک توی برادر و نزدیکی با هم با اکایمان بخورده بودیم. اون نفر گفتن که من گفتم که میبینید برنامه رو هم نظارت میکنم خوب از جولی بعد نوبت شما که من 24 ساعت در خدمت تو هستم دادر گفتن از این لطف با گویم که وعدهشان وفا کردن و امروز مهمانی شما شدن. اکا سپاس. سلامت باشید. تشکر زیاد. خب عزیزان دل و دیده من البته میتوانید که اندیشه هایتان رو در شهر نویسید. میتوانید به کانال ما اگر خواهید و پسند باشد ابونه شوید زنگوله رو پخش کنید. این واسه به کیفیت شما است. دعوت کنید که مهمانی نوبتی کی باشد. شما رو دوست می‌داریم. خود رو احتیاط کنید. هفته آینده با هم وا می‌خوریم. خداحافظ.